به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. در این قسمت در مورد نمودارها صحبت میکنیم و با استفاده از داده هایی که داریم نمودارها رو رسم میکنیم. نمودارها در منوی اینسرت قرار دارن و در گروه چارت انواع نمودارها رو میتونید ببینید. نمودارهای ستونی رو داریم، نمودارهای حالا شکل مختلفی دارن، مثلا حالتهای دایره‌ای یا به این سبک کار شدن. این نمودارها که حالت استوکی هن. نمودارهای دایره‌ای رو داریم که میتونیم، نمودارهای خطی رو داریم، 3D لاین رو داریم، مساحتی یا اریا رو داریم. این هم نمودارهای باکس مانند هستن و نمودارهای مختلفی که میتونیم ازشون استفاده کنیم. نمودارهای نقطه‌ای که ما میخوایم از این نمودارها استفاده کنیم. مثلا شما یک تحقیقی دارین، بر این اساس اسامی دانشجوها دروس و نمراتشون نوشته شده و حالا میخواین که نمودارشون رو رسم بکنید. من نمودار رو بر این اساس رسم میکنم، نمره رو انتخاب میکنم و درس و به سراغ چارت میرم. مثلا این نمونه چارت رو انتخاب میکنم. خب این نموداری است که بر اساس دروس و نمراتشون ثبت شده. میتونیم بگیم که مثلا دروس ریاضی چقدرن، یا مثلا اگه محصولات کارخانه‌ای باشن میتونیم بگیم که مثلا این محصول زیاد وارد شده، این محصول کمتر وارد شده، یا بیشتر فروش رفته، کمتر فروش رفته. این مقایسه ها رو هم میتونیم انجام بدیم. یا اینکه من الان کنترل زد رو میزنم و نمودارم رو بر اساس این سه ردیف رسم میکنم. به منوی اینسرت میرم و نمودارش رو انتخاب میکنم. مثلا این رو انتخاب میکنم. خب اینجا نوشته ریاضی محمدی تقریبا بین 16 تا 18 است که 18 است. ریاضی سعیدی نمرش 20 شده. ریاضی رضوانی نمره 13 است که اینجا قرار داره. مثلا هاشمی که 8، فیزیک هاشمی 8. بر این اساس هم ما اسامی رو گرفتیم، هم دروس رو و هم نمرات رو. حالا وقتی شما نموداری رو رسم می‌کنین، منوی دیزاین هم باز میشه. قبلا در مورد گزینه‌ها صحبت کردیم در آموزش ورد و پاورپوینتمون. یک توضیح خیلی کوتاهی در موردشون میدم. اول که در مورد چنج کالرش میتونین رنگ‌های مختلفی رو انتخاب کنین. این برای بحث رنگ‌ها. میتونین حالت‌های مختلف رو از اینجا انتخاب کنید، مثلا به این سبک باشن، به این سبک‌های مختلف رو میتونین برای دیتاهاتون انتخاب کنید. مثلا اینو اگر انتخاب کنین خود نمرات رو به عنوان لیبل روی خود ستون‌ها می‌ذارن، یا اگر این باشه به این سبک کار میکنه. پس سبک‌های مختلفی داریم که ما میتونیم انجامش بدیم و ازش استفاده بکنیم برای دیزاین کردن. اگر که چنج چارت تایپ رو بزنیم، یعنی که همین نمودار رو میخواین تغییر بدین، تغییرش بدیم مثلا به نمودار خطی که این شکلی میشه. به این صورت به شما نشونش میده. اگه تغییرش بدم به دایره‌ای، به این سبک تغییر میکنه. به حالت میله‌ای به این سبک. اینجا میتونید همه نمونه هاش رو ببینید. اگه حالت مساحتی باشه به این سبک کار میکنه. ایکس و وای به صورت نقطه‌ای کار میکنه. این برای حالت استوکش هست. برای حالت سورفیس مثلا یا رادارش به این سبک کار میکنه. این هم حالت راداری که مثلا نشون میده رضوانی 13 است، مثلا سعیدی ریاضی مثلا اینقدر. و حالتهای مختلفش رو میتونین اینجا به این سبک ببینید. این هم برای حالت واترفالش. پس هر نمونه ای رو که میپسندین میتونین انتخاب بکنین و نمودارتون رو بر اون اساس تنظیم بکنین. خب و وقتی که به منوی فرمتش میرین، منوی فرمتش هم بیشتر دیزاین هست. حالا دیزاین بک‌گراندتون هست که مثلا به این سبک باشه. میتونین از تکسچر استفاده کنین، گرادینت استفاده کنین، یا پیکچر بر آوتلاینش هست، برای رنگ کادرش و افکت هایی که میتونین به این نمودارتون، به این جدولتون بدین. حالا مثلا سبک نوشته هاشو تغییر بدین و بقیه گزینه‌هایی که مثلا شیپ اضافه بکنین که قبلا همه این گزینه ها رو کار کردیم. حالا اگه از اینجا بخواین استفاده کنید، چارت استایل، میتونین استایل‌های مختلف رو ببینید و همونجا هم اعمالشون بکنید.
و این هم برای فیلتر کردن که مثلا اگر بخواین نمودارتون رو فیلتر کنید بر اساس داده خاصی میتونید فیلترش کنید. مثلا سلکت آل رو برمیدارم و میگم فقط هاشمی رو بذار. اینجا روی هاشمی که میام فقط هاشمی رو فعال میکنه، یا مثلا فقط محمدی رو بذار. به این شکل میتونید سبک‌های مختلفش رو ببینید. این هم برای فیلتر کردن نمودار که میتونید ازش استفاده بکنید. بحث دیگه‌ای، خب همه گزینه‌ها گفته شده و امیدوارم که این قسمت هم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. خدا نگهدار.